بالاخره بعد از 6 ساعت راه رسیدیم خونه. فرانکلین حالا اون اسلحه رو میری یه دست بازی کنم باش؟ نه ترور، اون اسلحه بچه بازی نیست. نامرد بیشرف، من بهت کمک کردم اون اسلحه رو پیدا کنی. حالا نمیخواد بهم عذاب وجدان بدی، بهت میدم ترور، فقط اینکه این اسلحه باید بین خودمون بمونه. به هیچ کس نباید بگی که ما همچین اسلحه‌ای داریم، میدونی؟ آره فهمیدم بابا، فهمیدم. حالا بده یه دست بازی کنم باش. خب اینجا نمیشه، باید بریم داخل خونه، جایی که هیچ کس نباشه. بیا ترور، بیا باش بازی کن. خب بده اسلحه رو دیگه. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. قسمت قبل اگه یادتون باشه من و ترور یک اسلحه جادویی پیدا میکنیم که قابلیت‌های زیادی داره. فرانکلین میدی یا نه؟ صبر کن ترور، این اسلحه قلق داره، واسه ببینم. اسکل چیکار میکنی؟ فرانک احمق، شیطونه میگه پرتابش کنم بره اون آسمون. بیا. آخ اصلا یه کاری میکنی، اون اسلحه رو میدی به من یا من همه چیزو لو بدم؟ الان کل رسانه ها، اینترنت و شبکه‌های مجازی پر شده از اخبار این اسلحه جادویی. فرانک داری از اهرام فشار استفاده میکنی؟ آره اهرام فشار. منم یه جوری فشارت بدم که اهرام فشار یادت بره. مای فرانک باشه، شوخی کردم فرانکلین، شوخی کردم. درو خدا پرتابش کنم توی آب. آی پسر چی شد؟ خدا لعنتت کنه. ترور حال داد. آره خیلی باحال بود پسر. با این اسلحه جادویی که دست منه میتونم دخل گنگ بالاسا هم بیارم. رئیسشون رو میگیرم و اینجوری پرتاب میکنم. خب بذار ببینم، بعد روی این امتحان کنم. پرتابش کرد. ای وای شکست. میتونی عکسامو بگیری، بلند کنی و پرتاب کنی اینجوری. فرانکلین آروم، تو سر من نزنی. روی هوا معلقش کردم. گادست. بذار ببینم، داره لستر زنگ میزنه. بالاسایی حمله کردن. مگه آتش بس نبود؟ بابا اونم به آتش بس پایبند نیستن. لامار ویت منت، الان میام. چیکار میخوای بکنی فرانک؟ صبر کن الان میام. دیوونه. ترور فکر کنم وقتشه که از این اسلحه استفاده کنیم. از آخرم ندیه دست باش بازی کنم فرانک، خیلی بیشرفی. باید یه درس درست حسابی به این بالاسا بدیم که دیگه جرئت نکنن آتش بس رو نقص کنن. یک سلاح سری داریم. به پروالا ترور. خب اینو جلوی کسی استفاده کنی که اسکل میفهمن جادوییه. راست میگی، یا به نکته خوبی اشاره کردی. الان میخوای چیکار کنی پس؟ از دور انجام میدم، از بالای ساختمون یا کوچه پس کوچه های گروو استریت، اونجا دخلشونو میارم و طوری ازش استفاده میکنم که نفهمن من دارم این کارو میکنم و کسی اون اسلحه جادویی رو نبینه. امیدوارم که چیزی که گفتی زری که زدی عملیشه فرانک. خب اینم از این رسیدیم به گروو استریت. فرانکلین روبروی خونت اسلحه به دستن دیدشون؟ فکر کنم منتظر من هستن لعنتی‌ها. چی کار کنی؟ یه ماشین بهم بده. ماشین از کجا گیر بیارم؟ خب همین گوشه نگه می‌داریم. باید یه دونه ماشین رو بردارم و به سمتشون پرتاب کنم. فکر خوبیه پسر. خب یه دونه ماشین بدون سرنشین. آره بدون سرنشین، باید یه دونه همین جاها باشه. ویت منت پیداش کردم. اینم از این. پسر فرانک میبرم سمتشون و به سمتشون شلیک میکنم. اون چیه دیگه؟ بگی کمک جان. ای وای آجی چه درد، چی کار کردم؟ چی شد پسر؟ به چوخ چیز رفتن، به چوخ چیز. آجی چی شد؟ کجا رفتن؟ فرانک وای چقدر گاده، یعنی هر چیزی که اراده کنی بلند میشه. هر چیزی ترور، از کامیون گرفته تا آدم، از آدم گرفته تا حیوان، از حیوان گرفته تا رو خدا من با من کار نداشته باشین، برین. من زنگ میزنم به برادرزادم ها، بریم پی کارتون بالا سیا، برین. عمه دنیس مایام بیا بیرون. عمه رفتن، رفتن که هم بذارم پدرشونو در آوردم. جدی داری میگی؟ چیکار که اوه یا ابوالفضل چی شده اینجا؟ بم تریکیده یا ابوالفضل؟ با ماشین زیرشون کردی مگه نه ترور؟ آره با ماشین زیرشون کردی. باریکلا عمه جان، این بی‌شرفا خیلی زیاد شدن. صدای تیر داره از اون طرف میاد. ترور بیا بریم. عمه آتش بس رو نقص کردن بی‌شرفا. پدرشونو در میارم، موشک میزنم تو ماتحتشون. چی داری میگی عمه؟ هیچ بابا، دیوونه شدم، این جنگ ما رو دیوونه کرد. اسلحه بده منم در کنارت بجنگم. خودم دخل همشونو میارم. عمه عجب حرفای قلم به سلم هم میزنی، نکشیمون جومونگ. خاک پاتم دیگه. عفش ببینیم بابا بچه سال. فرانکی ندی همین الان جار میزنم، اسلحه جادویی دستته، بده به من. یاد داری که چجوری باش کار کنی؟ آره یاد دارم. وای پسر اینجا رو نگاه. خب بذار روی این ماشین امتحان کن. ترور نه. حواسم. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ کاری نشد.
ترور احمق، مگه نگفتم جلوی کسی استفاده نکن؟ یه لحظه حواسم پرت شد فرانکلین. چی کار کردم؟ فرانکلین سالم میکارید نشده؟ 3 نفر اینجا بودن. آره 3 نفر اینجا بودن و ما پدرشون رو در آوردیم. کلاش دستشون بود. چی جوری؟ اگه مهارت داشته باشی دستشون RPG هم باشه میتونی بزنیشون. فرانکلین فعلا امنیت برگشت، عقب نشینی کردن. خوب جلوشون واسادیم. خب فرانکلین داره حرف میزنه بالا من. باید از موقع استفاده کنم و سری بزنم به چاک. آره این اسلحه مال من میشه، نه مال اون فرانکلین مفخور. او اسلحه رو بگیره عمرم بهم بده. پسر برو بریم. ولی کار ضایع انجام نمیدم. نه کار ضایعی نیست، برو بریم. ولش. با این کارم ممکنه فرانکلین حسابی از دستم SMS داد. سام اسهال کیه؟ داره به سام فوش میده. داره زنگم میزنه فرانکلین. گوشیو جواب نمیدم. اون اسلحه مال من فرانک، عمرم بهت بدم پسر. ترور واتسا، ترور خر، ترور. وای اشتباه کردم، همون اولم نباید اسلحه رو بهش میدادم. الان همه خبردار میشن که اسلحه جادویی وجود داره و دست تروره. خاک تو سرم شد. باید نقشه رو بریزیم، باید اسلحه زیادی بگیریم فرانک. اینجوری فایده نداره پسر. نقشه رو بریز، اسلحه ها رو تهیه کن، بقیه‌اش با من. یعنی چی؟ باید بهمون کمک کنی تو این فرایند. ساکت شو. من باید الان ترور رو پیدا کنم تو این فرایند. فرانکلین هوی، باید موتور قدیمی پدرم اینجا باشه. چه رخی داره جان، خودشه موتور قدیمی پدرم. خب موتور منو برداشته. خب آشغالا ریخته روی زمین، پس ترور از این طرف رفته. ترور فکر کردی میتونی از دستم فرار کنی؟ لوکیشن سیم کارت ترور رو میتونم در بیارم. خب اینم از این. بذار ببینم لسر یه دونه نرم افزار بهم معرفی کرد. با این نرم افزار لوکیشن سیم کارت هایی که دارین رو در بیارین. بذار اینم از این. لوکیشن دقیقاً زده. ای بی شرف ترور. سیم کارتشو در آورد و انداخته نزدیک خونه عمه دنیس. فکر اینجاش هم کرده که اینطوری هم نتونم پیداش کنم. اوکی. این اسلحه نشون میدم به گندلاتای محل، به کسایی که بهم زور گفتن، به کسایی که منو بهم خنده کردن. آره بهشون نشون میدم ترور فیلیپس کیه. ولی قبلش باید از قلقای این اسلحه هم با خبر بشم. مثلا اینو بالا میکنی، روی هوا معلق میکنی پسر، یا اینو. واو چقدر خفنه پسر. چیه فرانکلین؟ فشار خوردی؟ الان دنبال سیم کارت من میگردم، میفهمه سیم کارتم روبروی در خونه عمه خوشگلشه. آره پسر یه صدای جیغی از این پایین داره میاد. کمک. یه کسی داره فریاد کمک سر میدهد. بذار ببینم. اون پایین ماینایه. آمدم. ترور قهرمان اومد. رد شد. یه بار دیگه. خدا من هیچی پول ندارم. میلیونر قبلی هم به ما گفته بود که هیچی پول نداره، ولی وقتی که جیبشو خالی کردیم همه چی رو دیدیم. به خاطر دسترنجمه، خیلی براش کار کردم. تو رو خدا. ای بی شرفا، زورشون به یک بانو رسیده. یک کاری باید بکنم. یه ماشین گیر میارم به سمتشون پرتاب میکنم. یه ماشین فس. یه ماشین فسقلی. این خوبه. میزنم به سرشون. اینم از این. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بیا اینجا. این اتفاق از بانو فاصله بگیر لعنتی. چی کار میکنی؟ نه ولم کن. نه برو هوا. بای. نه به چخ رفت. ممنونم. اون دیگه چی بود؟ چجوری پرتابش کردین؟ جونمو نجات دادین. خیلی ممنونم. حالتون خوبه؟ سالمی؟ بله سالمم، حالم خوبه. خواهش میکنم. حالتون خوبه؟ سالمین؟ رو برشتی؟ خیلی ممنونم. نصیب بود جیبامو خالی کنه. همه چیمون نصیب بود ازم بگیم. خونتون کجاست شما رو برسونم؟ آره ماشین دارین؟ وسیله نقلیه دارین؟ نه آقا. الان میرسونمتون خونه. لعنتی. چی با اون ماشینی که به سمتشون خود تیکه شدن. الان موتور رو براتون میارم بانو. خب بفرمایید بالا که من شما رو برسونم خونه بانو. شما واقعا مرد جنتلمنی هستین. خاک پاتونم. اگه نبودین اینا هرچی داشتم ازم میگرفتن. اون اسلحه‌تون چقدر خفن. اون اسلحه؟ خواهش میکنم از اون اسلحه به هیچ کسی هیچی نگین باشه. اون اسلحه سریه. خیالتون راحت باشه آقا. خیلی متشکرم. خونه من همینجاست. آره. خواهش میکنم انجام وظیفه بود بانو. میخوایم بیاین داخل. به داخل؟ داره دعوت میکنه برم خونهش و منم که آدم فرصت طلب. نهارم میدین؟ به صرف نهار. آره گشتمه. بریم
یه طرف خشک و خالی کردم چی پر رو. خواهش میکنم بفرمایید داخل. تو این شهر به این درندشی به این راحتی ها نمیشه ترور رو پیدا کرد. سیم کارتش هم که در آورده. شاید لستر بدونه غیر از سیم کارت راه دیگه ای هم برای پیدا کردن ترور هست یا نه. خب موتور همینجا بذارم. لستر، آقای لستر، احتمالاً داره برنامه نویسی میکنه. لستر. خب اینجا هم که نیست. بیا از بیرون داره میاد. صدای لستر فکر کنم. بیا چیه؟ چی کار داره؟ چه خربی شو. عجب رقصی دارم میرم جان. اوف، آره اینجوری خوب بهم پول میدن. آره خاک تو سچی. وای عجب اشوهی، عجب ناز و کرشمهی. چی کار ده؟ فرانکلین سلام، چطوری؟ لستر این چه رقصی بود؟ فرانکلین داشتم ورزش میکردم. اون ورزش نبودا بابا، ورزش بود. این ورزش های جدیده اسکل، نمیدونی؟ یوگا، مثل یوگا مثلا اونجوری بود. نکنم. خفه شو فرانک. من دنبال ترور میگردم. سیم کارتشو در برده و نمیدونم الان کجای این شهره. بذار ببینم فرانکلین. نمیشه دیگه، من فقط از روز شماره سیم کارت میتونم پیداش کنم. یعنی هیچ راه دیگه وجود نداره؟ راه دیگه؟ چرا وجود داره ولی خرجی داره. اون رقصی که تو رفتی رقص پرایوت دنس بود، رقصی که داخل جاهای فسق و فجوردار میرن و تو داری چی کار میکنی؟ داری این رقص رو انجام میدی که پول در بیاری. نه فرانکی، من همچین کاری نمی کنم. نه. چقدر خرجت لستر؟ $1000 داری بده. آدم لاش، حیف که اون اسلحه خیلی برام مهمه وگرنه یه قرونم بهت نمیدادم. باش، $1000 برات کارت به کارت میکنم. اون چه وسیله نقلیه‌ای سوار شده؟ وسیله نقلیه؟ آفرین، به نکته خوبی اشاره کردی. وسیله نقلیه با موتور من رفته و موتور من باریکلا. موتور چی داره؟ موتور جی پی اس داره. از روی جی پی اس موتورت میتونی پیدا کنی. بذار ببینم، من جی پی اس موتورت داخل سیستمم دارم. بیا دنبال من پسر. خوشی مغزی دارم من پسر. من چه ایکیوسانیم. بذار ببینم حاجی این سایت چیه اینجا بازه. رقص برو و پولدار شو. ای دهن سرویس، ای دهن. برای همین داشت پشت خونش همچین رقصی رو میرفت. فرانکلین در آوردم فرانکلین. لستر رقاص شدی؟ چی؟ رقاص؟ من؟ نه بابا، دیوونه شدی من رقاص بشم؟ من با این شکم و کمر و چیزم رقاص بشم؟ اون سایت رو دیدم، سایت رقاصی. ای خاک به سرم. آی صفحه به من. وای هیچی نبود فرانکلین. دیدم دیگه، فایده نداره. فرانکلین تو رو خدا به کسی چیزی نگو باشه. یه شرط داره، $1000 منو پس بده. کوفتت چه؟ بیا $1000 تو پست دادم، برو گم شو دیگه. جان بابا، لاشخور اعظم باشد. فعلا گم شو فرانکلین. خب لوکیشن رو بهم داد، محله بالا شهر اونجایه، برو بریم. خب لوکیشنی که لستر برام فرستاد دقیقاً اینجا رو نشون میده. این خونه نه، خونه بعدی. آها خودشه، موتورم اینجا پارکه. ترور اومده اینجا چیکار کنه؟ نه آشنایی اینجا داره، نه همسایه‌ای، نه رفیقی، نه دوستی، نه آشنایی. بذار ببینم. خانم عجب غذاهایی دارین خدا وکیلی. نوش جونتون آقا، شما جون منو نجات دادین، ولی اون اسلحه خیلی خفنه ها. با اسلحه جادویی جون اون خانومه رو نجات داده. بذار ببینم. و خانومه اونو دعوت کرده خونه و ترورم با سر رفته داخل. خب صبر میکنم، احتمالاً ترور 10 دقیقه یه ربع دیگه از خونه بیاد بیرون. بعدش خفتش میکنم و اسلحه رو ازش میگیرم و 1 ساعت بعد. نمیخوایم بری خونتون؟ بس دیگه. نمیخوای از خونه بری؟ برو پی کارت دیگه. نمیخواین تعارف کنین من شب بمونم اینجا؟ تا حالا جونمو نجات دادی، نمیخوای دیگه منو بخری که؟ برو. حقت بود، همونجا میذاشتم جیبتو خالی میکردن. کی قدر منو بدونه؟ هیچ که قدر ترور فیلیپس بدبخت رو نمیدونه. اوکی پسر، این موتور فرانکلین برای اجرای گم و گور کنم. موتورش آشغال ماشغاله. خب ترور اومد بیرون، آروم. ای بابا، هیچکی به من محل نمیده. من بدبخت دو عالم. لعنت به این وضعیت، هیچکی به من اهمیت نمیده. هیچکی. ای لعنتی فرانکلین، تو کجا بودی؟ لعنتی نمیتونم تکون بخورم. شوک نده، استان نزن. بیشرم. بیشرف، تکون نمیتونم بخورم. خب اینم از این. اسلحه رو بردارم. فرانکلین نکن این کارو فرانک. این کارو نکن یا من میمیرم. فعلا همینجا روی
اسلحه منو برمیداری ترور؟ چجوری منو پیدا کردی؟ تو احمقی ترور، چون موتور منو برداشتی و موتور منم جی پی اس داره و من از طریق جی پی اس موتورم تونستم تو رو پیدا کنم ترور. و برای درس عبرت روی هوا و زمین میذارم تا یه نفر بیاد نجاتت بده. بعضی اشتباه ها هیچ وقت بخشیده نمیشه، هیچ وقت. بیا شوخی کردم فرانک، نرو. دیگه از این به بعد نباید به هیچ کی اعتماد کنم و اگرم بخواد ترور لو بده که من اسلحه جادویی دارم، هیچ کس حرفشو باور نمیکنه، چون من اون اسلحه جادویی رو میخوام قایم کنم. هیچ کس نمیتونه اونو پیدا کنه. خب بچه‌ها اینم از داستان اسلحه جادویی. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر دوست دارین پارت بعدو بذارم داخل کامنت ها بنویسین اسلحه و لایک ها رو برسونید به بالای 4000 تا. کانال مایکتمون داخل دیسکریپشن هست. اگرم دوست داشتید ویدیوهای منو داخل اونجا نگاه کنید، حتما اون رو دنبال کنید. تا ویدیوهای دیگر فعلا خدا نگهدارتون. بای بای.